در حقم نصیحتی بفرمایید. کسی که شناورت نیست نمیره وسط دریا خودشو بندازه تو آب. اونی که میتونه انتقام بگیره و نمیگیره اونی که هنر میکنه. بر همینه که میگن ببخش تا بخشیده بشه. حیا چیزی نیست که یه روز مد باشه یه روز نباشه. حیا همیشه موده. کسی که زیر و رو میکشه جیبش پر میشه دورش خالی. شما دورت خالی نشده؟ چرا؟ دشمنی که یقتو میگیره ترس نداره، از رفیقی که بغلت میکنه باز بترسی. آدمی زاده این فواره است، هرچی بالا بره یه روزی میاد پایین. ببین پسرم، عشق مثل قمار. کوه فرهاد میکنه ولی شیرین و خسرو میبره. زندگی مثل بازی تخت نرد میمونه. این که تاس جمع بیاد دست ما نی، اما هرچی اون باید خوب بازی کنی. به خاطر چیزی که از دست دادی، هر چقدر عزیز چیزایی که داری رو از دست نده. خیلی زود قضاوت نکن. زود قضاوت کردن بد نیست، گناهه. جو خدا صدا نداره استاد. دنیا بعدش خیلی خرابه. تو این روزای واویلا که با هجوم رسانه ننه 70 ساله من عاشق گلزار میشه، ما چه کوفتی رو میخوایم ثابت کنیم؟ یادم داده آدمیزاد از وقتی به دنیا میاد گریه کردن و بلده. باید خندیدن یادش داد. زندگی رو خیلی جدی نگیر، هیچکی ازش زنده بیرون نیومده. پس این زندگیه، بخور بخواب بگرد کیف کن. دنیا همینه، سلامتی و دل خوش میخواد فقط.